5 عادت شبانه که کیفیت روز بعدتو تضمین میکنه. تا حالا شده از دنده چپ بلند شی؟ فکر کن که صبح از خواب بیدار شدی و میخوای روزتو شروع کنی، اما یه حس گیجی داری، بدنت سنگینه، اعصابت خورده و حوصله هیچ چی رو نداری. حالا همه اینا دست به دست هم میدن و نه تنها اون لحظه بلکه کل روزتو خراب میکنن. این چرخه همینجوری ادامه پیدا میکنه و در نهایت روزها و هفته ها میگذرن. اینطوری میشه که در آخر یا به بیشتر کارات نرسیدی یا با خستگی و فشار زیادی انجامشون دادی. به طور خلاصه این در حالتیه که میبینی یه سریا خیلی راحت تمام طول روزشونو طوری سر کیفن که انگار از یه سیاره دیگه اومدن. رازش چیه؟ چرا بعضیا تمام طول روز انرژی دارن و میتونن به همه کاراشون برسن؟ این یه محبت ژنتیکی نیست. شاید باورت نشه، اما همه چیز به شب قبل برمیگرده. توی این ویدیو به 5 عادت مهم و تأثیرگذار اشاره میکنیم که با رعایت اونها میتونی یه روز پر انرژی رو شروع کنی و از تمام ظرفیتت استفاده کنی. 1. قبل از خواب گوشی ممنوع. احتمالاً این سخت‌ترین قدم ممکنه. همه ما بیشتر در حالی به خواب میریم که گوشی یا بالای سرمونه یا حتی در حال تماشای چیزی خوابمون برده. اما این خودش آسیب زننده ترین عادت قبل از خوابه که شاید باورت نشه ولی مستقیما روی کیفیت روز بعدت اثر میذاره. استفاده از گوشی قبل از خواب میتونه واقعا کیفیت خواب رو پایین بیاره. تحقیقات نشون دادن که نور آبی صفحه گوشی تولید ملاتونین، هورمون تنظیم کننده خواب رو مختل میکنه و این باعث میشه که خوابیدن سخت‌تر بشه. اگر با مشکل جدی بیخوابی مواجه شده باشی، میدونی که قرص ملاتونین یکی از رایج‌ترین داروهاییه که برای این مورد تجویز میشه. حالا با درست کردن همین عادت ساده میتونی بدون نیاز به هیچ دارویی خواب با کیفیت تری داشته باشی. جالب اینجاست که فقط 1 ساعت استفاده از گوشی توی رخت خواب میتونه خطر بیخوابی رو تا 59% افزایش بده و 24 دقیقه از خواب شبانه رو کم کنه. پس اگه میخوای خواب بهتری داشته باشی، بهتره حداقل 30 تا 60 دقیقه قبل از خواب از گوشی دور بمونی. خوردن شام سبک و زود هنگام به هضم غذا کمک میکنه و اینطوری روی کیفیت خواب و همچنین عدم خستگی توی روز بعد اثر میذاره. وقتی آخرین وعده روز رو زودتر میخوری، میتونه تأثیر فوق‌العاده‌ای روی کیفیت خوابت و انرژی روز بعدت داشته باشه. وقتی حداقل 3 ساعت قبل از خواب شام میخوری، دستگاه گوارش فرصت کافی برای هضم غذا پیدا میکنه و این باعث میشه که خواب عمیق‌تر و با کیفیت تری رو تجربه کنی. در نتیجه دیگه خبری از اون سنگینی و بیخوابی روز قبل نیست. از طرف دیگه این کار به پیشگیری از مشکلاتی مثل سوزش معده هم کمک میکنه. از قدیم گفتن شامو با دشمنت بخور، احتمالاً چون فکر میکردن باعث اضافه وزن یا عدم سلامتی میشه، در حالی که نتیجه ها نشون داده گشنگی کشیدن فقط ولع خوردن رو بیشتر میکنه. شاید باورت نشه، اما خوردن شام به موقع باعث کاهش وزن هم میشه. نکته جالب اینه که بدن زمان بیشتری داره تا کالری ها رو بسوزونه و چربی ها رو به انرژی تبدیل کنه که این موضوع میتونه به کاهش وزن و افزایش انرژی کمک کنه. پس اگر میخوای روز با نشاط‌تری رو داشته باشی، شام رو زودتر میل کن. 3. روتین قبل از خواب یا انجام مدیتیشن کوتاه. گفتیم قبل از خواب گوشی رو کنار بذار، اما خب انگار این وسط یه چیزی کمه. بعد از اینکه آدم برای خواب آماده میشه، افکار به سرش هجوم میارن. انگار مغز تازه یه فرصت پیدا کرده که کل انرژی روز رو تخلیه کنه. مثل این میمونه که یکی زیر گوشت مدام داره حرف میزنه و این موضوع برای کسی که با مشکل دشواری فکری یا همون اوورثینک دست و پنجه نرم میکنه بیشترم هست. چارش اینه که قبل از خواب یه روتینی داشته باشی. انجام یه روتین آرامش بخش قبل از خواب مثل یک مدیتیشن کوتاه یا کتاب خوندن تأثیر خیلی مثبتی روی کیفیت خواب و انرژی روز بعد داره. تحقیقات نشون میدن که مدیتیشن قبل از خواب میتونه استرس رو کاهش بده و میزان ملاتونین رو افزایش بده و در نتیجه مشکل بیخوابی رو کاملا حل میکنه.
این تغییرات باعث میشه صبح با حس انرژی و تمرکز بیشتری بیدار شی. پس یه روتین ساده و کوتاه میتونه به طور چشمگیری کیفیت زندگی روزمرت رو بهتر کنه. اگر مدیتیشن دوست نداری، کتاب خوندن قبل از خواب هم میتونه تأثیر خیلی مثبتی داشته باشه. یه کتاب سبک که گفتگوهای مغز رو کم کنه و فضا رو برای آرامش فراهم کنه. مطالعه به ذهن کمک میکنه تا آرومتر بشه و استرس و اضطراب کمتری داشته باشه که این باعث میشه راحت‌تر بخوابی. از طرف دیگه مطالعه میتونه تمرکز و حافظه رو هم تقویت کنه. فقط یادت باشه از کتاب‌های چاپی استفاده کنی و از کتاب‌های الکترونیکی با نور آبی دوری کنی، چون نور آبی میتونه تولید ملاتونین رو کم کنه. 4. برنامه‌ریزی برای روز بعد. برنامه‌ریزی برای روز بعد تأثیر قابل توجهی روی کیفیت خواب و عملکرد روز بعد داره. تحقیقات روانشناسی نشون میده که وقتی قبل از خواب برای روز بعد برنامه‌ریزی میکنی، ذهن از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مربوط به فردا رها میشه و راحت‌تر به خواب میره. این موضوع باعث میشه کیفیت خواب بهتر بشه و صبح با انرژی و تمرکز بیشتری بیدار شی. مطالعات نشون میدن که این عادت میتونه به بهبود عملکرد روز بعد کمک کنه و حتی استرس رو تا حد زیادی کاهش بده. پس این عادت ساده میتونه در طولانی مدت به یک ابزار قدرتمند برای بهبود کیفیت زندگی تبدیل بشه. جدای از خواب با کیفیت، زمانی که میدونی اون روز چه برنامه‌ای داری، با انگیزه بیشتری به کارهات ادامه میدی. اکثر آدم‌ها بخش مهمی از روزشون رو صرف برنامه‌ریزی میکنن و حالا با این کار تو از قبل ذهنت رو برای اون روز آماده کردی. یعنی زودتر به هوشیاری میرسی و سطح اضطراب رو تا حد زیادی کاهش میدی. 5. نوشتن چند خط درباره چیزایی که اون روز بهشون احساس خوبی داشتی. نوشتن خاطرات روزانه از قدیم بین مردم رواج داشته و بی‌دلیل هم نبوده. تحقیقات روانشناسی نشون میدن که وقتی خاطرات و احساسات مثبت روزانمون رو مینویسیم، استرس و اضطراب کمتر میشه و خلق و خوی بهتری پیدا میکنیم. جالب اینجاست این کار حتی میتونه به تقویت سیستم ایمنی بدن هم کمک کنه و کیفیت خواب رو بهبود ببخشه. پس این عادت ساده یک ابزار قدرتمند برای سلامت روان و احساس بهتره. ممکنه این عادت‌هایی که گفتیم کوچیک به نظر بیان. شاید این عادت‌هایی که گفتیم کوچیک به نظر بیان، ولی همین ریزکاریاست که یهو زندگیتو زیر و رو میکنه. اگر تا حدی درباره رشد فردی مطالعه کرده باشی، حتما با اسم دارن هاردی آشنایی داری. هاردی یه شخص بسیار موفقه که با اکثر افراد مشهور که دستاوردهای مهمی داشتن مصاحبه کرده و تمام مطالعات و تحقیقاتش رو در کتابی به اسم اثر مرکب به گوش دنیا رسونده. کتابی که توی تمام دنیا پخش شد و تمام چیزی که میگفت حول محور همین یک جمله میگرده: عادتهای کوچیک موفقیت‌های بزرگ رو میسازن. دارن هاردی توی این کتاب میگه که موفقیت با یک کار بزرگ و یک شبه به دست نمیاد، بلکه با همین انتخابای کوچیک و تکراریه که تو طول زمان روی هم جمع میشن و نتیجه میدن. کافیه فقط یک هفته این نکات رو رعایت کنی تا کیفیت و بازخورد انرژیت رو ببینی. اگر میخوای با ترفندهای بیشتری آشنا بشی و هر روز قدم تازه‌ای برای اهدافت برداری، ما رو سابسکرایب کن. اینو یادت باشه که ما هر هفته با نکات طلایی و کاربردی بیشتری برمیگردیم.